بك رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. ونفوسنا فيه تصان به نام خداوند بخشنده و مهربان. از ابو هریره خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاه اول شب رمضان فرا رسد شیطان ها و جین های سرکش بسته و درهای دوزخ پوشیده می شوند و یگان دری آن باز نمی شود. درهای بهشت باز می شوند و یگان دری آن بسته نمی شود. ندا کننده ندا می کند ای جوینده خیر شتاب کن و ای طلب کننده شر باز است. خداوند از آتش دوزخ آزاد کردگان دارد. این حدیث اشاره به آن می سازد که در شب اول رمضان به سبب انجام دادن طاعت و عبادت بندگان دست و پای شیطان ها بسته می شود و وسوسه هایشان ضعیف می گردند، چون عمل خیر در این ماه از جانب بندگان مؤمن زیاد می شود. این سبب نزول رحمت خداوند می گردد و درهای بهشت باز و درهای جهنم بسته می شوند. فرشته فریاد می کند ای طلب کننده خیر ماه رمضان آمد. برای انجام عمل نیک وقتی مناسب است، زیرا شیطان ها بسته شدند، پس عمل نما. و ای طلب کننده شر باز است، از گناهان باز است، زیرا ماه رمضان زمان مناسب برای قبول توبه است. خداوند در این ماه بندگان زیادی را از آتش دوزخ آزاد نموده و گناهانشان را مغفرت می کند. پس برادر ایمانیم این فرصت را از دست مدهیم. أهلا بك رمضان أهلا بك رمضان